یا هلا سلام دوستان، ما حاضر باشه در منطقه دیره وجود داریم و در اینجا اومدیم صحبت کنیم با یک برادر تاجیک که در اینجا مغازه خود و آفیس خود را دارد. یکی از مغازه‌اش در اینجا است. بیاید رفتیم میبینیم. السلام علیکم. برادر جان، احمد. دوستان عزیز و خیلی گرامی قدر، پیش از سر کردن این ویدیو، این صحبت و شما یک خوش خبر گفتنی بدم. این باشد هم گیو اوی، چون آخرین ماه هست. در این ویدیو من برای شما میخواهم هدیه خالصانه، یعنی هدیه برای پادپیسچیکا و هواداران ما که اینم 4 تا هدیه است. 2 تا کسیامی بند، واچ بند 5، برسلت های کسیامی، هم ساعت هم برسلت های سپارتیونی 5م سری که در دست من است و 2 تا ایربادز، نوشنیکای ایربادز که با تمام تلفن ها پیوست می شوند. این 4 تا گیفت برای این پدرک های گرفتن یا این هدیه گرفتن، تنها فقط شما حتما در پایان این ویدیو کامنتر نویسید و حتما با یکی از ویدیوهای من اختیار کنید از کانال من، در اونم یکون کامنتری به معنی یعنی با همون موضوع تعلق داشته گذارید و حتما در اینستاگرام من که در پایان تمام ویدیوها هست خیلی که میبینید و در اپیسانی تمام ویدیوها گذاشته شده است. در اینستاگرام من پادپیسات کنید. بعد از یک هفته روزی هفتم اپریل من 4 تا انسان هایی که حتما در این پایین این ویدیو با هم در یک ویدیو کامنتری گذاشتن و در اینستاگرام پادپیسات کردن، از پایانی کامنتری ها 4 تا انسان ها اختیار میکنم، با همراهشون در تماس میشم و روزی هفتم پس از آن حتما ویدیو با آنها که حتما این پدرکای ما را، هدیه ما را اونها قبول کردن، با اونها تماس شدیم. با شما تماشاگران پیشکش شما میکنیم و امروزه ویدیو باشد. خواهش میکنم تا آخر نقص خوب تماشا کنید، چون امروزه ویدیو درباره قصه یک جوان تاجیکی که سال 2013 به دبی اومد و وقتی که اومد تماما زبان انگلیسی نه عربی، زبان خارجی را نمیدانست و امروز باشد این جوان صاحب 2 شرکت است و با پررگی قصه برای شما تماشای خوش تمنا دارم. رفتیم، فراموش نکنید لایک، پادپیسات کردن، همیشه کامنتری برای پدرکه ها و هر ماه ما کسایی که نو به کانال من در اومدن نمیتونن، هر ماه در آخر ماه من برای پادپیسچیکا گیف اوی یا هدیه های رایگان میگذارم. سلام باز یک بار دیگر دوستان، با شما هستم حسن الدین از دبی و امروز در روبریک صحبت با تاجران و ملنیت و مهمان امروزی ما برادر طاهر از تاجیکستان. برادر کم خودتان شناس میکردید؟ سلام علیکم بینندگان عزیز، نام من طاهر است، تجارتگر در دبی. طاهر جان، شما تاجیکستان از کجای تاجیکستان؟ ما ای ناحیه دوستی، ای طرفی قرغان پایونتا. قرغان تپه پایونتا. طاهر جان، شما به دبی سال چند آمدید؟ 2013. 2013 همچنان قیب شد اومدید و دوستان نگفتن امانت که برادر تاجر هستم و چند سالهای آخر چند مغازه موبیلی دارن در دبی و صاحب شرکت هستن، یعنی و کار فعالیت میبرن با تلفن ها، اپتاپ پرداخت. برادر طاهر جان، وقتی که شما به دبی اومدید کمتر وقت میکردید چه اومدید در کجا کار سر کردید، چه کار کردید؟ از ما که اومدید مثلا من 2013 اومدی بودم، انا
به یک شرکت کار کردم یک سال و 3 ماه. بعد فهمیدم سیستم دبی چخیره مقصد تجارت چطور کردن در کره. همون خاطر دیگه فکری خدمت کم کمتر مبلغ برادران کمک کردن، شرکتی خدمت باز کردم. چند سال کار کردید؟ یک سال و 3 ماه کار کردم. بعد از یک سال و 3 ماه تجارتگری خدمت شروع کردم. اون شغلی که دید در دیگه جا هستم؟ اولین مغازم اونجا بود. اولین مغازه روز اینستا باز کردم، مغازین روز اینستا بود. بعد دیدم یک شرکتی ردمی در فروش خیلی زیاد می روه. کسیومی ردمی، برادر توجیک میگن ردمی. انا از همون خاطر دیگه همین شرکت شروع کردم بیزنس دادم. یعنی تقریبا چند سال میشه از بیزنس کردنش؟ تقریبا 6 سال 7 سال. الان در شرکت ردمی 3 سال میشه. 2018 باز کردیم، الان 3 سال شد. شما پیش از دبی اومدن با الکترونیکا با موبیل سری کار داشتید؟ من کار کردید؟ نه، کار کردی نبودم. همینجا اوپت گرفتم، همینجا شروع کردم. یعنی اومدید در یک سال هم اوپت شناسایی با تلفن‌های موبیلی من الکترونیکی گرفتید و هم طریق بیزنس کردن مثلا دکومنت‌ها چی خیلی شدن در اینجا از اینجا میاد؟ نه، اول من نمیدونستم خیلی کارا را. یک سال و 3 ماه کار کردم، فقط داخلی مغازه بودم، یعنی پردویز کار میکنم. ضرباتتون چنده؟ ضربت من $800 بودم خیلی. در همین اساس که؟ در همین رایون $800 بود. زیاد برادرای توجیکم بودن یا دستگیری میکردن. بعد من خودم همش فهمیدم و گفتم بهتر میشه که بیزنس برای خودم سوز کنم، مقصد بود یک کاریر خدمت چی کنم. همینجا سر کنیم بسیار خوب میشه. در اول سر کردم مثلا یکون ترس یکون چی بود که مثلا سر کنم که نشود، میتونم نمیتونم؟ نه، ترس نبود. برای ایجاد اگر در بیزنس دل ترس باشه خوب نمیشه، برای که باید هم وقت مترس باشی در بیزنس. یعنی کم پول جمع کردید، اوپر گرفتید، با هم یاردم کردن؟ برادرها یاردم کردن. اول یک مغازین گرفتم اون طرف دیگر رایون دا، اونجا روز نیست بود، یعنی دونکی میفروختیم. چی نبود، آپتوی نبود. آیفون میفروختیم، سامسونگ میفروختیم. بعد از اونجا با یک کمپانی ردمی شروع کردم. الان در اینجا آپتوی شبیه پیدا کردیم، من کفای مود. بازد نگفتم شما نه فقط تنها تلفن‌های کشامی، عموما تمام نمودهای الکترونیکی کشامی هست. اکسسوریز، ساعت ها هستن، ساعت، نوشنیک، چی میگن، تلفن و تلویزور، همه اینا تمام چیزای شیائومی هست. شیائومی اپتوی پراداژ. هر دولت ها میگیرن، سعودی، بسیار دولت های عربی ها بسیار میگیرن. محمود همین سوال هم الان در وینم بود که با کدوم دولت ها بیشتر عموما تمام کلینتورا به شما از کدوم دولت ها در دبی میدن؟ همین نپرالینی، همون موبیلی الکترونیکی. ایران اولی که ما در همین تجارت در اومدم، نفرای ایرانی بودن زیاد، خیلی زیاد میخریدن. بعد بحرین، طرف عربیه، خلیجی، بحرین، سعودی، عمان، اینو بعد فهمیدن که مقصد با کمپانی نو شدگی، مقصد شیائومی اپتوی پراداژ شدگی، با اونو با شروع کردیم بیزنس. الان الحمدلله الان 2 تا مغازین هست. نه با دولت‌های SNG، روسیه، اینجا نمیاد؟ هست اشخاباد، ترکمنستان،
бо ҳаст из тарафҳои ҳамсоямон ӯзбекистон, ана Киргизистон, Тоҷикистон. Тоҷикистон мебаранд, кам аст. یعنی در دست خیتایی ها هست بیزنس خودش میفهمه که در درون خیتایی هم هست. تمامی موبیل ها یا بعضیش در دست ایرانی ها هست؟ ایرانی ها اکد مثلا هر ایجا خیلی زیاد شرکت هست. همه کمپانی ایجا فیلم ها بسیارن. برادر برای اون که ویدیوی ما کمی موتیواسیونی هست مثلا و خاصتا برای توجیه‌هایی که مثلا ما رو مشاهده میکنن شما حالا همچنان هستید که احسن به شما که مثلا اومدید یک سال کردید و در همین رایون نساس گرم الان حتی بفکرم توجیه‌ها بسیارن که مثلا برادر هستن بعضیشون مثلا 10 سال 15 سال باز کار میکنن حالا هم کار میکنن نه همه وقت مثلا هر کس ریسکوات کرده در بیزنس رفتن میتونه برای شما احسن برای همینم کمی سوال بود درباره مثلا شرکت شویی در دبی مثلا برای شدن شرکت یا شغل کدام چیزها در همین دبی لازم من شرکت نه برای اینکه دیگه ویدیوهای خاص درباره شرکت ها میشه من برای شغل شدم مثلا شغل مبینی شغل الکترونیک کدام ازدیشگاه هست کدام دکومنت ها رو گذاشتید مثلا وقتی سر کردن اول شروع منی دمی نومی کمپانی را میخری نومی فیرما مثلا الان استو نه الان واخیو الکترونیک السی نومی کمپانی شما واخیا واخیو الکترونیک السی یا نومی توجیکیه واخیو داخلی تاجیکستان است واخیو همون منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم واخیو چی اگر فهمیده باشی واخیو چی هستن او مقصد همون توجیکی این برادر اینه که هر منطقه هست مقصد با خودش نام داره انا میدو چند در اکونومیک دیولپمنت اول میگیرید نام از همین نام شروع می شود تقریبا $200 خرج داره راست خودش $200 این نام میخری اگر اسم عربی باشه مقصد اسم عربی زیاد قیمت نیست مقصد ایرا هر سال 2000 درهم باید سالانه بسپاری برای اسمی اجنبی است واخیو اگر عربی باشه عربی پول نمیدی اولی که بیزنس سر منی نام با اسمی خودت منی فقط $200 750 730 درهم مقصد پرداخت منی ده دولت بعد ارنده اختیاری جا نه بعد لیسنس با لیسنس میگیری با اسمی لیسنسی عادیش مقصد از $3000 بالاست سر میشه نه جای اختیار نکرده ارنده نگرفته لیسنس میگیری اول لیسنس نه اول هجاری میگیری اول هجاری وقتی شرکت دکانه که گرفتی از همو چی از همو دفتر همو بیلدینگ دوم باید تو هجاری بگیری هجاری بعد از هجاری دیده میشه مقصد هجاری چند است از همین بعد جور میشه اکنون اسم اختیار کردید دویم میکوید مغازه یا جای مناسب برای شما اختیار کردید رنگ گرفتید بار انت رفته در اکونومیک دیولپمنت ایجاری تصدیق کردید رجیستر کردید سیمش چهارمش بعد با لیسنس که پدوات کردی بعد اونجا کمپانی شما تریدینگ است نه جنرال تریدینگ نیست این کمپانی نوای شرکتی نوای این الکترونیک السی انا اون مغازینی که اولینی که روی کردم الان هم است و استو جنرال تریدینگ است او جنرال تریدینگ است جنرال تریدینگ یعنی همه چیز میتونی فروشی داخلش در اینجا برادر خاطره میخوام که در دبی کمپانی ها هست تریدینگ است تریدینگ این یک نپرلین اختیار کرده میتونید با یک چیز کار کرده میتونید و جنرال تریدینگ است که این وسیع‌تر میشد و میتونید با بسیارتر چیزا با هر نوع چیزها شما کار کرده میتونید و حتما که جنرال تریدینگ و تریدینگ مثلا صرفش تریدینگ از جنرال تریدینگ کمتر است تقریبا چند میگفتید که در تریدینگ چند صرف میکنید هر سالانه و در جنرال تریدینگ اولی سال در جنرال تریدینگ تقریبا $10,000 رسخود میشه تقریبا با کفیلم با اینجا سپانسر الهیده با پرداخت میشه فقط در جنرال برای که اونیورسال همه چیز میتونیم فروختن انا در این الکترونیک السی این فقط اونجا نام نوشته میشه مقصد الکترونیک شید خاص با یک
الکترونیکایی که در همون لیسنس نامنویس میشه. مثلا گفتید اگر با اکسسوار موبیل و فلان چیزها فقط باید با هم چیز کنید. آره. بعد در تریدینگ گفتید چقدر صرف میشه سالانه در یکم بار وقتی شدن؟ هم $10,000. در تریدینگ جنرال تریدینگ نه همو جنرال تریدینگ 10,000 در این 3,000 از خود میشه $3,000. در وقتی شدن. وقتی که یک سال گذشت در وقت ابنولینی کمتر میشه از خود یا با همون است؟ نه وقتی پرادیلیت مینی اونجا پرادیلیت کردن اون تقریبا 5,000 از خود داره $5,000. انا این یک 2,800 برای که اونجا نگاه مینه اگر ارندت بلند باشه از همونجا حساب میشه. در کنار دیولپمنت با ارندتون نگاه میکنن از ارندتون حساب معین فایز میگیسون میکنن. آره. فهمو. همین در 7 سال کوری شده گفتید در بیزنس حتما پست و بالایی میشه آدم در بعضی روزها در بعضی وقتا میشه که میسوزد و در بعضی وقتا بیشتر کارو خوب میره. از همه چیز مهم در بیزنس چی چیزا مثلا برای خود اختیار کرده در پرکتیکی باید چی چیزها باید یعنی چی چیزها رو باید بیشتر پریدرجت کنید به اصطلاح رسوبی از خودتون میگید فقط همین صبر کردن در کار یک بیزنس خودت میفهمی یه روز در بالا یه روز در پایین یه روز پلوبامو یا مینوس میشوه نکی همین مینوس باید صبر کنی مقصد با بسیارتر بیابی انا کلینتورانی مقصد شروع ابسلوژت کردن در کار که مقصد همو یک باید اسپامینت کنن مقصد را باید از کسی کلام تبرد یکم گفتید صبر و طاقت لازم برای در بیزنس ناز رفتن. دویم گفتید سرویسی خوب معامله خوب با کلینت ها با کلینت ها ابسلوژت کردن در چیز مهم یعنی یک روزه فایده یک باره فایده فکر نکرده باید برای که نرخ هم بالا پایین در ابتای نرخ بالا پایین میشوند مقصد این الان امروز مقصد بارت میاد 500 دونه تلفن های مقصد همین 3 روز بعد در فروش نمیره برای که مارکت اونجا استاپ میشود 3 روز بعد با یک کمپانی گم میاره هم بارت را $10 ارزونه انا ایرا باید فکر نکنی برای زود فروشش که با یک هفته اگر بیسته با نرخ با پایین میشود خیلی این بالا پس داره چند کارگر داره تازیر؟ حوزی در اینجا 4 تا است اونجا هم 4 کس تقریبا 8 کس گفتن نمونه که حوزیره در حوزیرش پیشتر هم قبلی گفتن در دیگه جا شاپو داشتن لیکن در ناصر اسکوئر و در سوق چین سوق 2 تا شاپ دارن این آفیس هست و در پایان مغازه دارن اوناش هم میریم حاضر برای شما یک بار من میریم حاضر و براتون نشون میدم حاضر شاپی که در دیگه جا هست. اینجا باشد چین مارکت است یعنی اساساً الکترونیای چینی و تلفن‌های چینی تمام اینجا مارکت و خیلی که ببینید در اینجا در کروبکا شبانه تیار کردن و کارگو بردن کسایی که اینجا ابتاری خریدن و در اینجا میریم اینجا هم همه شاپ چی هست شاپ های موبیلی و این شاپ هم یکی از این مغازه های برادر طاهر. السلام علیکم. شحالك؟ How are you? Fine. Fine? How are you? Who are you? Anas? Anas from India. From India? Kerala. You are working how many time here? How many years? No years. I work 7 months here. 7 months, huh? Business good? Business good. Okay. Alhamdulillah. Это кассир вот. И здесь сзади еще там store. There is store, right? Yes. اوكي شو موديلات هنا عندكم؟ شو موديلات؟ لا اي موديلات سامسونج ولا بس شاومي ها؟ عندك شاومي. شوف لي واحد اي واحد. الاخر شيء اخر الموديلات. في هذا موديل ثاني في هذا يعني اخر موديل. هذا 10 ها؟ وكم خبر الاسعار تقريبا كم الحين؟ هذا 6 جي بي 128. هذا 675. هاي سعر الجملة ها؟ الجملة. اوكي. وهاي
طيب كم؟ هذا ايه هذا 1850. 1850 اوکی. دوستان گرامی باز دوام میتیم صحبت برادر گفتید تقریبا 10 کارگر داره. چند کارگر داره؟ 8 تا 8 تا. و خودم هم هستن؟ یک برادر توجیک است، بعد یک برادر بزرگیم است، یعنی جیانیگم است. یک مقصد کمای باید دو درگمای باید برادر توجیک یک توجیک. کلا 4 تا توجیکیم، دیگرش همش از ایندیا و از دیگر دولت ها است. سریع зарплата در شما برای کارگر چند است اگر سیکرت نباشه؟ خیلی خیلی یا که مینیمال یا ماکسیمال تقریبا هم پس 600 بولای پس 600 ای 600 بولای با پلوس با اونجا کمیشن داره. مقصد جا فروشش زیاد شوه با یا 3-4% بولو میشوه. مقصد موش بود سوالیم خیلی فبکت سون بود. همین در وقتی که مثلا سوق زور باشد بازار زور باشد می هر روز چند تلفن میرن؟ 1000 تلفن میرن؟ اگه یه روزو میشوه روزش میشوه 1000 دونه. مقصد پیشتر وقتی در کرانتین بود، برای در کرانتین زیاد دولتو سخت بود. انا فقط اونو پول پیریود کردن، ما اینجا فقط برش نه طرفی دولتوی خودش روی کردیم با کارگو. مقصد ایش 200 تا گرفت، ایش 500 تا، ایش 600 تا، اما خودش 1000 دونه زیاد میشه. در وقتی کرانتین ترین کرانتین بود اما وقتا. یعنی کرانتینا با بعضی کسا ضررناک شد و به شما شکر خدا برعکس فایده داشت. برای که این جای ما اپتوی های وقتی اپتوی است او دولت اونو نتونستن اومدن، چون که اینا مشتری خدمه بودن، کلینتوی خدمه بودن. از همون خاطر ما کمتر پیشروی کردیم در این کرانتین. در یک سال صرف ارین نظر همین اوفیستان و این همین مغازه پایانی یک سال ارینش چند است؟ بفکرم سالهای آخر پایین‌تر شده نساز. این قبلا این وقتی که پیش از کرانتین یک 70 یا 80 تا بود اینجا، یعنی 300,000 درهم سالانش بود. 300,000 درهم. الان از همون 300,000 50% دیسکانت شد، مثلا ارزون شد. الان وضعیت هست 150. 150,000 درهم سالانه؟ نه 150,000 درهم. 150,000 درهم سالانه ارینه یک مغازه اینجا. تا هم 40,000 دلار بگیم. هم 150 هم 40,000 هم خیلی میشه. برای اوکی 150,000 دلار ارنده لیسنزیا زربات اینو علاوه زربات هر ماهی کارگرو برای اینا همش برآوردن و با فایده برآمدن باید هر روز کار کنید. هر روز باید سودا باید زیاد شود. مثلا کوشش کم نکن که مقصد سودا را زیاد کردن نکن. معامله خوب کنیم مقصد باید بسیار کلینت ها هم دیگه فراموش نمینن. مقصد یه روز نه یه روز باید زکس مینن. برادر طاهر خیلی خرسند شدم با صحبت با شما و فکر میکنم برادر توجیکی که میبینن همیشه با دیدن خیلی جوانمردایی که پیش میرن ریسپکتیو هستن حتما خرسند میشن. برادر در اینجا میگفتید که مصلحت برای تماشابینا شاید استودنت ها ما را تماشا میکنن، شاید انسان های تماشا میکنن که ممکن در پریک مارکت کار کنن، در رستوران، اونها فرق نداره، شاید کارگر باشه. من دیگه فقط میگم که در ویدیوهای من که یگان وقت دیر نیست. مثلا فکر نکنید شما فهمه وقت فقط کارگر هستید. همین شما چی مصلحت دادین هستید چی کار کنن که فهمید کم در بیزنس بیان در کدام ساحه نباشدم، در ساحه رستوران، در ساحه سوخت در ساحه الکترونیک ما چی نباشه، چی مصلحت میدونید؟ مصلحت ما با همه برادرای غریب و با همه برادرای توجیک و مقصد کدومی که مقصد شما را تماشا میدن اول حضور احمد میگم. انا سوال خوبه برای که وقتی همه آدمی زود در یک چیز کار کنه باید اوپت بگیره، همو آینده فکری خودش کنه. مقصد همو اوپت اسپوزیت کنه. مقصد بود اگر شرایطش باشه
мақсад ҳамон бизнеса худш пеш бара бо бисёр хуб мешавад. хулоса ина ман омадам Дубай. 1 сол 3 моҳ дар ҳамин телефон фурӯшӣ мақсад масъул будам. ана баъд ососта фикри хидмат кардам. дидам фоида дохили ҳамин компанияе ки вақте ман кор мекардам дидам фоидаш созай. ай бародарам кӯмак пурсидам, бародаро кӯмак кардан. бародарои асли худам. барои дар Қазоқистон кор менам, камтар шароит дорам. баъд амно дастгирӣ кардем, хайли ососта ана чӣ кардем? ҳаминҷа бизнеса шур. یعنی مصلحت شما و بینندگان گرامی آن است که در کدام направление کار کردن ایستاده باشه فرق نداره شما در شاورما کار میکنید فرق نداره شما در یگان دیگه جا کار میکنید در همون ساحه خود تعلیم گرفت خود گرفت یاد گرفت کم کم آهسته آهسته در همون ساحه خودتون بیزنس کشید در ساحه معاونی در همون ساحه خودتون که میدونید فهمیدم برای که همون مقصد همون ساحه خودش میفهمم مقصد درآمد خوب باشه چی باشه میشود که نه اینا رو باید چه بگم خودش باید اوپن داشته باشه کارم باره مقصد که همین اوپن دیخچه دست نده اگر بینه که مقصد همین در کار در همین زندگی مقصد درآمدی خوب داره مقصد فایده میرسه به همین زندگی را مقصد کوشش کنه با خودش با یگان کس شریک کاری پارتنر شود یا با یگان کس مقصد یگان بیزنس همین کارا پیشروی کنه. دبی از نظر شما وقتی که اومده در دبی بیزنس شده و کدام دولت رو رفتید غیر از دبی؟ ما 2005 سال قزاقستان رفتم. 2005 سال قزاقستان رفتم تا 2012 همونجا بودم. تاجیکستان قزاقستان رفتید؟ تاجیکستان برای در الماتا در ساحه همین شوز هم با تاجیکی میگن آبوف میگن چی میگن پایافزال و همه چیزایی که در پا بپوشن در اونجا برادرام کار میکردن اونجا مغازین دارن خچن هر یتش برای خودش مقصد مغازین داره تجارت در است از همونجا همین آبوف میفروختم یعنی شما غیر از دبی پیشتر رفتید یا قزاقستان باید اونجا دولت رفتید؟ نه نرفتم بعد آمده دبی کن با فکری شما دبی پرسپکتیوی هست برای پیشروی برای همچون لیچنستی برای بیزنس رو پیش بردن برای پیشرفت انسان دبی نظرتون چه خیلی است برای دبی جایی چه خیلی است دبی هم برای زندگی هم برای بیزنس برای زندگی مقصد اول سر کنیم دبی چه خیلی دبی دو جای همین تجارتگرای مقصد کدوم ولاجت می‌نه مقصد برای بیزنس اگر مقصد بیزنس در بیزنس خوب ولاجت کنه آینده داره مقصد 10 متر 100 میگیره جای برای که مقصد فایده خوبه پرسپکتیو نیست خیلی آره انا برای زندگی مقصد اگر شرایطت خوب باشه میشه ایجاد بهت مقصد از برای خانه از همش مقصد خوبه از برای هم تنجی هم همونی بهت مقصد هم پگودش زورای بود هواش مقصد جوی سوز داره مقصد با همون سمیت میتونه که یا در روزی و خدمت یا چی کنی پرگولاسی کنی اولادور صاحب دو فرزند نگفتم موندهیم که برادر خیلی جوانم 37 ساله 28 ساله هم ندیده از این یعنی تقریبا 6-7 سال بیزنسی خود دارم احسن فرزند هم داریدم؟ فرزند و دو تا بچه دارم در اینجا فکر میکنم صحبت امروزه با آخر مرسانم کسایی که با موبیلی با الکترونیکا سر کار دارن و مثلا اینترس دارن و دبی میتونن چهرگی بیدن و برادر ابرشات کنن مراجعت کنن و با برادر سر کار داشته باشن این وبسایت نمیکن در اینجا هم وبسایت هم هست با شما باشد دوستان امید دارم که امروزه ویدیوی ما با شما کمی باشد هم یک موتیواسیا یک ایده پیشروی برای شما میآورد و با یک کسی هم اخیراً با فکر یا موتیواسیا یا یک ایده داده باشه ما خوشحال میشیم در اینجا آخر صحبت تا ویدیوهای آینده و با ترادیسیا مع السلامه